اگر صورت سوژه تو همینجوری داغونه و دوست داری صاف بشه و همین مشکلات رو حل کنی، این کلیپ برای تو ساخته شده. بیا بهت بگم چطوری همه پستش رو ترمیم کنی. خب الان لکه‌گیری پوست رو تموم کردیم با استفاده از فرمان فیل. الان میریم سراغ اکشن روتوش و صاف کردن پوست. به 3 مرحله هستش، بستگی به سوژه شما و کار شما داره. بلر مانند بکنین که معمولا برای سوژه هایی که مثل عکس قدی و نیمه پورتره استفاده میشه، ولی اگر بخواید برای عکس پورتره و یا عکس آرایشگاهی، عکس‌های خاص استفاده کنید، حتما باید از روتوش پرتغالی استفاده کنید که اگر از این الان اکشن 2 تا فتوشاپ فرمان خوشت برای اومد شما بگی تا برای انجام شما ارسال میدیم. کنم. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. سابسکرایب و لایک یادتون نره. هر سالی داشتم توی کامنت بگین، من در خدمتتون هستم. یا حق